شرایط ناگوار خدمت‌رسانی برای کارمندان ساحه تندرستی امکان فراهم آورد که در شفت بیمارخانه مرکزی ناحیه دوستی مرکز سلامتی بنیاد گردد. آرزوی دیرینه کارمندان ساحه تندرستی عملی گردید و عین زمان کارهای ساختمانی ادامه داشته تا جشن مهم تاریخی نوروز بین المللی به استفاده سپرده می شود. مؤسسه از 2 آشیانه عبارت بوده و برای کارمندان 28 اتاق کاری و حجره های یاررسان تأسیس یافته است. از صحبت با نماینده جمعیت دارای مسئولیتش محدود محمدالله برمی آید که در کارهای تعمیر و ساختمانی سهم ساکنان محل نظررس می باشد. حجره های کاری با صفت بلند تعمیر یافته بعدی به استفاده سپردن با تجهیزات و لوازمات ضروری طبی مجهز می گردد. ضمن صحبت سردختور ساختار شبکه های کمک اولیه طبی ناحیه اطلاع می دهند که اتاق های بنیاد یافته برای کارمندان طبی عائلوی، مرکز سالمی ریپرودوکتیوی، حجره امگذرانی و یک قطار ساختارهای دیگر نگرانیده شده و متخصصان می توانند با صفت بلند به اهالی خدمت سریوقتی طبی را انجام دهند. در ناحیه یکتا مرکز سلامتی 14 مرکز سلامتی دیهات و 36 بنگاه طبی فعالیت میکنند که دوام 2 سال اخیر 18 مؤسسه طبی از نو و با طلبات زمانه جوابگو از تعمیر برآورده شد. مرکز سلامتی ناحیه دوستی سال زیاد که تعمیر طلب بودند در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود که کارهای ساختمانی در عرفه انجام یابد. واقعا بنیاد گردیدن چنین مؤسسه های خوشتر و زمانوی اگر که در پیشرفت ساحه تندرستی زمینه مساعد گذارد، ساکنان نیز می توانند خدمت سریوقتی را در محل نزدیکترین انجام دهند. کارهای تعمیر و ترمیم و سقف‌خلق پشت نمودن بینای مرکز پره به اتمام رسیده، بعضا کارهای ساختمانی در عرفه انجام یابی است. عین زمان متخصصان مرکز سلامتی طبی عائلوی و مرکز سالمی ریپرودوکتیوی در حالت ناخوبی کاری قرار دارند و با وجود کمبودی های جای داشته کوشش میکنند تا به استفاده سپردن مرکز نوبنیاد خدمت رسانی و کارهای عامه فهمانی را در شهرک و دهات پرزور سازند.